الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا نبينا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. وبعد، قال الله الحكيم في كتابه العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولا تكونوا لمن يقتل في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. صدق الله العلي العظيم. ابتدا شهادت مظلومانه شهدای مظلوم مردم قلودال که در تاریخ 22/6 سال 2023 مظلومانه به شهادت رسیدند. برای بازماندگانش، برای خانواده هایش و برای همه شما و برای همه مردم سنتخت بندر تسلیت و جز تأسف چیز دیگری گفته نمیتوانم. فقط از خداوند تبارک و تعالی میخواهیم که درجه شهدا عالی تر بگرداند و برای شما مردم و برای همه مردم ما، خانواده های اینها، فرزندان اینها صبر نمایید و از مردم قلودان و وارثین شهدا خواهشمندیم که گریه نکنید. شما تا دیروز این قریه و این مردم شاید مردم قلودال به شکل عادی بودید، اما این بعد از امروز این دیار شهدا است. بعد از امروز شما وارثین شهدا و پدر و مادر شهدا هستید. شما هم در پیشگاه خداوند تبارک و تعالی و هم در پیش مردم دارای قدر و عزت هستید و از همه مردم هم خواهشمندیم تا وارثین شهدا را همراهشان همدردی بکنید. ما نمیدانیم که مردم ما و شما در طول تاریخ امنیت نداشتن. ما و شما هیچ وقت امنیت نداشتن. بالاخره هر کس با هر کسی که مخالفت بکند، با هر نظامی که باید مخالفت بکند، برای اثبات مخالفتش باید مردم اهل تشیع رو بکشند. باید مردم از ما و شما را بکشند، چرا که هم مخالفتشان را اعلام کرده و هم ثواب بدهند. این مردم مسلمان نیستند و ما برای شرایط میکنم گناه شما چیه؟ علی گفتن بهادر کسی که یا حسین یا عباس بگوید را باید بپردازند. شمایی که در پرچم زیر پرچم عباس سینه میزنید، شمایی که بیرق شهدای کربلا را بالا میکنید، شما باید بهایشون را بپردازید و این بهای مذهب شماست. و الا برای همه دنیا معلوم است که مردم اهل تشیع، برای همه مسلمانان معلوم است که مردم ما گناهشان چیست. مردم ما به چیست طمع دارند؟ به جز امنیت، به جز کار و زحمت. شهدایی که در جلوی ما و شما قرار دارن، اینا کیا بود؟ اینا به کدام سیاست داشتن؟ اینا به کدام نظام وابسته هستند؟ به جز مردم مظلوم، به جز مردم کارگر و دهقان، مردم زحمتکشی که برای به دست آوردن نان اهل و عیالش زحمت میکشند. و این بها را در طول تاریخ ما و شما پرداخته هستند.
شما کسی گریه نکنید، کسی ناله نکنید. شما قدر شما در پیشگاه خداوند بالا و این را ما برای شما اطمینان میدیم که خون شهدا هیچ وقت پایمال نمیشه. خون شهدا باید هر قطره‌اش تبدیل به دریای خون شود در رگی از جوانان ما و نسل‌های ما. و این را برای کسانی که این جنایت را انجام دادند و این ظلم را در حق مردم بی‌دفاع و مظلوم انجام دادند، برای آنها هم میگوییم که این کارها فاسد نخواهد. مردم ما سلاح ندارند، مردم ما قدرت نظامی ندارند، مردم ما جبهه نمیگیرند، اما این را به یاد داشته باشند اونها که خداوند ظالم را رسوا خواهد کرد. خداوند قاتلین مردم مظلوم را به عذاب خود در دنیا و آخرت گرفتار خواهد کرد و آنهایی که از اینها حمایت میکنند، اونهایی که میدانند جلو اینها را نمیگیرند، اونها هم شریک جرم خواهند بود. ما برای شما تسلیت عرض می‌کنیم دوستان گرامی. شهدا مقامشان محفوظ، مقام خانواده هایشان محفوظ و این را برای خانواده هایشان تبریک است. برای شما مبارک باشد، برای شما تبریک باشد که شما مادری شهید هستید، شما برادر یک شهید مظلوم هستید، شما خواهر یک شهید مظلوم هستید، شما پدر یک شهید هستید و این برای شما تبریک. فردای قیامت جایگاه شما و جایگاه شهدا محفوظ است. و اما شما ببینید در همین دوره اخیر ما از امارت اسلامی هم خواهشات داریم، گرچه این مسائل برای حکومت مردان هیچ پوشیده نیست، هیچ پوشیده نیست. از زمانی که شهید هادی رضوانی در سیالچوب به شهادت رسید و همچنین حسین علی ولد خداداد سر خیرعلی در قوم خیرعلی به شهادت رسید و همچنین شهید مظلوم اسمت الله کرزی که به شهادت رسید و شهدایی که امروز ما و شما در کنارشان ایستاده هستیم و تشییع جنازه انجام و سرحدی و مولادات که رایشان گرفته شد اونها را هم کشته بودن ولی روزشان بودن و همچنین علی محمد حاج رسول هم که رایشان را گرفته. تمام این مسائل برای حکومت مردان پوشیدن نیست ولی ما به نمایندگی از مردم با زبان مردم باز هم این خواهش خود را تکرار می‌کنیم، باز هم بیان می‌کنیم که ما از امارت اسلامی تقاضای تأمین امنیت داریم. چگونه ممکن است این همه جنایت صورت بگیرد، این همه انسان بیگناه به شهادت برسد اما یک قاتل گرفتار نشود و معلوم نگردد؟ ما خواهان پیگیری جدی مسائل هستیم. ما خواهان این هستیم که این قاتلین باید دستگیر شود، در ملأ عام باید اینها قصاص شود و اینها کسانی که در دوره قبل جنایت کرد اگر اونها علنا اعدام میشد و جزای اعمال خود میرسید، این حادثه المناک امروز دیگر رخ نمیداد. بنابراین در قرب امارت اسلامی حاکم است، در دایکندی امارت اسلامی حاکم است. در این وسط کدام منطقه وجود ندارد که در تحت تسلط و تصرف امارت اسلامی وجود نداشته. بنابراین ما مردم خواهشمندیم که امارت اسلامی باید مردم مظلوم بندر و مردم بی‌دفاع بندر، بی‌توفیق‌های بندر اگر شهروند افغانستان می‌دانند، اگر مسلمان می‌دانند، اگر ما از این خاک و از این وطن می‌باشیم، ما این حق را به گردن حکومت فعلی و حکومت امارت اسلامی داریم که از اینها تأمین امنیت. ما خود دیگر خواهش نداریم، همینقدر خواهش داریم که مردم ما تأمین امنیت شود،
شهدا در سایه امنیت به ایثار کار زحمت کنن یک لقمه نان برای نفر عیال. تا چند روز پیش که والی صاحب در اینجا تشریف آورد، سخنرانی‌ها صورت گرفت، صحبت‌ها شد، همه گفتن که سراسر امنیت حاکم است. ما الحمدلله که در زیر چتر امنیت کامل زندگی. آیا امنیت کامل اینجوری؟ و یک نفرم یاد نکرد که شهدا ما داشتیم، زخمی داشتیم، رای ما گرفته شده، راه ناامن است. بیایید به این مشکلات ما دیگه ما نمیدانیم که حتی از گفتن حقایق ما گاهی عوام. البته که این مسائل پوشیده برای حکومت مردان ما نیست دوستان گرامی، حتی نیاز به گفتن ندارد، نیاز به پیشنهاد ندارد، چرا که اینا میدانند میبینند. ولی باز هم ما تقاضامندیم که بیشتر از این مردم ما را زجر ندید، بیشتر از این مردم ما را به خاک خون نکشانند، اینها را جلوشان گرفته شود، امنیت انشاءالله صورت بگیرد. مردم ما سراپا تابع حکومت بوده و از حکومت دفاع کرده و از حکومت حمایت کردیم. در هر سخنی که از ما کمک خواسته شده ما همراه حکومت همکاری کردیم. اما این که جان مردم محفوظ نباشد، خون مردم زیر پا شود و پایمال شود، دیگه ایره ما نمیدونیم، ایره خودشان. بنابراین نه حرفی بیشتر از این ندارم. ما مردم ایره اعلان میکنیم صراحتا که ما مردم از اول الی آخر تا این تاریخ و بعد از این تاریخ طرفدار تشنج نبودیم، طرفدار بی‌امنیتی نبودیم و نیستیم. مردم ما طرفدار جنجال نیست، مردم ما صلح میخواهند، طرفدار صلح بوده است. منطقه ما در صلح و آرامش زندگی میکند، ولی ما خواهان هستیم که از این آرامش مردم ما سوء استفاده شود. ما این تقاضا را داریم که همین مردم که این همه همکاری میکنیم، این همه در صلح و ثبات طرفدار وحدت و اخوت و برادری و همکاری و همدلی میباشیم به اساس آیات قرآن کریم که برای همه مسلمان ها دستور داده است و اعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا. مردم ما این آیه را واقعا در عمل اثبات، اما مردمی که این همه داد از وحدت میزند و وحدت را حفظ میکند، حقشان این نیست که در هر کوتل و در هر جا کشته شود و به داد مردم رسیدگی نشود و خون مردم زیر پا پایمال. و ما این را شدیدن و جدن و تأکیدن از امارت اسلامی خواهشمندیم که اگر باز هم روی این جنایت کلان چشم پوشی صورت قاتلین تسلیر نشود، قاتلین اعدام نگردد و مجازات اعمالشان نرسد، طبیعتاً و یقیناً که فاجعه های بدتر و بالاتر رخ خواهد. در اخیر باز هم شهادت مظلومانه این شهدا را برای وارثینشان، برای بازماندگانشان تبریک عرض می‌کنیم و تسلیت می‌کنیم. برای شما، برای از همه مردم خود خواهشمند تقاضا می‌کنیم برادران سردی خود را حفظ آرام باشید. اگر کسی نبیند خداوند، اگر کسی نبیند خداوند، اگر کسی بازخواست نکند باز خداوند حتما بازخواست. شما هیچ شکی در این بناهن همراه وارثین همکاری بکنید، همدردی بکنید، همدلی بکنید و انشاءالله که امیدواریم که خداوند تبارک و تعالی هم در حال ما و شما با آبروی خون شهدا رحم بکنید و حکومت مردان ما هم غیرت و همت خرج بدهند. حداقل اگر کسی که لباس حکومت را به تن میکنند و نام حکومت را سرشان حمل میکنند، یک مقدار همت کنند و غیرت اسلامی و افغانی خود را به خرج بدهند، در ساحه تحت حکومتشان امنیت را انشاءالله برقرار بکنند. فقط یک عرض سلام و شهدای کربلا میکنیم. السلام علیک یا ابا عبدالله